یک ستاد مخصوص باید این ملت تشکیل بکنه که با دو شعار یا که از سر منبر میروی یا واروخ دفاع میکنی. با دو شعار باید تمام عضو این جامعه امروز بلند بشه. واقعا پیامک های خوبی نداره. من فکر میکنم که اگر 4-5 بار دیگه هم مناقشه بشه واروخ از دست ما و شما میروه. با خدا قسم امروز ساعت رسیدگی است که مردم باید استعفای رحمانوف طلب بکنه. بچه پارچه زمین قرغیز میبیا در داخل تاجیکستان یک کودک عکس شبا ببینین، تصور بکنین یک کودک هم میزنه. قرغیز با 4 میلیون 5 میلیون نفوسش آمده است، بالای 9 میلیون سوار شده است، هر روز تیر میکشه، هر روز میزنه، هر روز تجاوز میکنه. ما خاموشیم. برای چی؟ اینجا دو تا سیر خوابیده است، یا پارچه زمین فروخته شدگی است یا تجارت اویلوی است که نمیخوان از بین بره، دیگر چیزی نیست. گرچه که داخل شده نبودم، اما یک تا احمقی به ناموسی که نه نامش معلوم است نه چهرهش معلوم است، مردم از شجاعت یاد داده. میگم من مرز دفاع میکنم، او را کنار میگذارم. او به ناموس اصلا من بیرونش کردم. لایق بحث نداره، لایق صحبت نداره. مردک باشه چهره تا باز کن. اجا اصلگیری نامده است، پیش مردک اومده است. مردک بر داخلش بحث کن. گرچه برادرها احساساتی میشین، خب حرف میزنین. همین عکس یک بار ببینین و خلاصه بین مشکلات قرغیز و تاجیک این از همین عکس بهای ما و شما را میته. این همین عکس خودش بها میته. مدام که یک گنرال، رهبر یک نهاد، یک وزیر میروه کنش کوز میکنه منظره در پیش رحمانوف خم میکنه، طبیعی است که سرباز هم میکشن، طبیعی است که زن هم لط میکنن، تجاوز هم این چیزی عادی میشوه. گرچنده اصلا از نظر من بحث ایجا نمیروه که قرغیز ما مسلمانیم شما مسلمانیم. باور کنین این مسئله بین ما و شما نیست. مسلمان غیر مسلمان این کشورهای اروپایی مسلمان نیستن. یک بار از اتریش سوار پاییز شو، گیجایی که میخوای برو، گیجایی که میخوای بیل، یا که یگام پلیس اگر مبادا یگام کاری غیر انسانی نکنی، یگام خب مشکلات در دوچار نشوی، هیچ کس برای تو کار نداره. بحث سر نظام دولتداری است. واقعا دوستان عزیز، وقتی که در مرز قرغیزستان و تاجیکستان یک بار لطوکوب شد، رئیس جمهوری قرغیزستان رفت ملاقات کرد. همون سربازی که از طرف کدام لطوکوب شده بود بیمارخانه هاسپیتال رفت، خطیش صحبت کرد. اما رحمانوف هم رفت واروخ نیکیم دخترای زیبا را پیشش برآوردن، رقص بازی کردن. مردم قرغیز فهمید که بیست که این مینوش رقاصه در فکر این همین خانوما در پیشش برقصن، در قصه وطن نیست، خاک نیست، واروخ نیست، بخارا نیست، سمرقند نیست، اصفهان نیست، کوشانیان هیچ، در قصه هیچ یک خاک وطن نیست اصلا. نخمت وگرنه از 3 سال اخیرم با بگیریم چند بار راهبرای ما رفتن نشستن، از پارلمان رفت، از کمیته امنیت رفت، وزارت کارهای داخلی رفت. خودی رحمانوف در همین دوام 2 سال 2 بار واروخ سفر کرد. چی کاری انجام داد؟ ضعیفی اینجا در ساختار است، ضعیفی در مردم قرغیز نیست. 10 سال پیش نظر بکنین، 15 سال پیش قماندانای صحرایی ما و شما زنده بودن. یک قرغیز حقی پاش از مرز تاجیکستان داخل شدن نداشت. شیر بچه ها زنده بودن، هر یکی بود که سلاح در دستش تیت و پیت میکرد. قرغیز از ازبک هر کسی که نبود گپ بود، حرف میزدن. اما امروز وزارت و اداره ها در دست 4 تا بیناموس مونده است، سراشون خم کدگی میرون نزد رحمانوف سجده میکنن. به خدا قسم طبیعی است. این چیزی عادی میشه در یک کشور دیگه که میبیا کوشش میکنه. این یک نقطه مسئله. نقطه دومی مسئله، باور کنید دوستان، حکومت رحمانوف امروز یک حکومتی بگیم متهم است در نزد قرغیز، واقعا متهم شدگی است. واروغ نقطه اساسی مال و کالای داماد رحمانوف از نقطه رحمانوف است. من 10 ها پیام به خدا امروز برام روان کردگی که چگونه مواد خام، اشیاء خام از خارج غیر رسمی قاچاق توسط واروغ داخل تاجیکستان می شود. 10 ها پیام است. همین است که رحمانوف نمیتونه از او دفاع بکنه. در صحبت سپوتنیک رئیس جمهوری قرغیزستان میگه گرچنده که قبلا داد و گرفت ها، فروخته شدن ها، پارچه های زمینه دادن
غیر رسمی بود، یعنی که خاموشانه این کار انجام میدادن، مردم نمیفهمید. امروز الکی کارنگ دیگه گرفته. از همه مشکلات اساسی دوستان عزیز در مردم قرقیز نیست. مشکلات اساسی بالای وزارت و اداره ها، کمیته امنیت که مرز بوم وطن ما را دفاع میکنه، مشکلات اساسی در ساختار دولتداری ما است. ما باید تمسخر بکنیم بالای این که رحمانوف یک ستاد مخصوص باید این ملت تشکیل بکنه که با دو شعار، یا که از سر منبر میروی یا واروخ دفاع میکنی. با دو شعار باید تمام عضو این جامعه امروز بلند بشود. واقعا پیامک های خوبی نداره. من فکر میکنم که اگر 4-5 بار دیگه میخوایم مناقشه بشه، واروخ از دست ما و شما میروه. شناسنامه تاجیکی که قرب داره، یک قدر داره، میروه واروخی میشوه فردا پس فردا. این چیز خیلی سخت است. گرچنده بعضیا در قصهش نیستن، در فکرش نیستن، اما تصور بکنین در زمان ما و شما پرچه زمین ما میرود در دست اجنبی. ما واقعا گناهگاریم. امروز مردم باید دو ستاد استفاده ببره. یکم رحمانوف یا استعفا میتی یا واروخ دفاع میکنی. با این امید دو شیار باید کوچه ها پر از مردم شوه، صفحه اینترنتی پر از ویدیو رولیک ها شوه. امروز باید روزنامه‌نگار است، روشن فکر است، تاریک فکر است، عالم است، معلم است، هر کسی که نباشه امروز باید واروخی باشد. انا و حالت ما میتونیم واروخ دفاع بکنیم. تا زمانی که خطاب ما به حکومت نباشه، ما نمیتونیم مردم قرقیز بگیم مردم قرقیز شما ازتون خواهش میکنیم نکنین نزنین. نفوذ دارن، قدرت دارن. 4 میلیون اهالی بالای 9 میلیون سوار شدگی است. 4-5 میلیون اهالی که یک زمان ما میگفتیم ما تاریخ داریم، ما ساسانی داریم، سامانی داریم، تیمور داریم، فلانی داریم، انگلیستانی داریم، این داریم، اون داریم، مردم دیوانه میکردیم. ما میگفتیم بیت های سعدی ما در سازمان ملل نوشته است، ما اویتسه نداریم، ما فلانی داریم. امروز آمده است مردم قرقیز، دو تا زن قرقیزی چند ماه پیش دیاتون هست چگونه داخل شدن. افسری تاجیک، سرباز تاجیک سلاحش گرفتن، دهن و بینیش پر از خون کردن، تیرم در پاچش پروندن، بردن در بیمارخانه خواب کردن. در برابر این چی کاری رو ما انجام دادیم؟ چی کاری رو حکومت چی تصمیم گرفت؟ کدام کاری دیپلماتی صورت گرفت؟ نه. به خدا قسم امروز ساعت رسیدگی است که مردم باید استعفای رحمانوف طلب بکنه. بچه پارچه زمین قرقیز میبیا در داخل تاجیکستان، یک کودک عکس شبا ببینین. تصور بکن یک کودک هم میزنه، یک کودک قرقیز میبیا کودک هم میزنه، میبرو میروه. حکومت چی جواب داده است؟ صبح خواندیم وزارت کارهای داخلی گویا کدام عمل را انجام داده است. کدام عمل؟ ای مردم، من در بالا گفتم که وزیر ما میروه در نزد رحمانوف 4 قدم میشوه، 4 قدم میشوه میسته. از او وزیر مگر یک قماندان شجاع میبرو؟ از او وزیری بیناموس، از او وزیری ترسوی به انصاف پدرسک مگر یگام قماندانی به آبرو به ناموس برآمده میشوه؟ میبینش در اینترنت که رفته از نزد رحمانوف سرش خم کرده است در بین پای رحمانوف. مگر قماندانی که میبینه میگه یک پدر یک زن هستین، من چگونه باید یک شجاعت بیاموزم از این پدرسک، از این احمق بیناموس؟ یا که یتیم ببین با ده ها صدها نام فکا میبرن و مبارزه میبرن. یا که این نو برو آمده از یک پدر نرتی بی ناموس دیگر چهره او را بی در فکوش هم قدر مسکه بستگی، در سر شبکه کشیدگی مثل زنها پینان شده است. من میرم واروخ دفاع میکنم. تو در اینترنت آماده نیستی آشکار گپ زنی، گیجا تو از واروخ گپ میزنی. تو از کی، از نام کی گپ میزنی؟ تو کی هستی که میری واروخ دفاع میکنی؟ یتیموف با تمام صلاحیتش نمیتونه، رحیموف با تمام صلاحیتش نمیتونه، رحمانوف متهم از با دامادهای گرسنش، تشنش، احمقش. آیا تو میتونی از واروخ دفاع کنی؟ تو اول همو چهرت آشکار بکن، مردک بشه، در بین مردک ها میبروی ببرو گپ زن. مثل زن پینان میشی، مثل همو گاوی بشیر صداش بلند است، برآمده از دعوا کرده سی. من خواهش میکنم برادرایی که در کامنت ها نوشته میکنین نسبت مردم قرقیز نباید ما سختگیری بکنیم که انا شما چرا این کارا کردین. طبیعی است ای مردم، طبیعی است.
همین یک آدم یک شپلاق بزد دم نزد یک دیگه میزنی نه با شوخی از با هر چی که نباشه این چیز در ما هست ما میدونیم 100% میدونیم یا که در همین کوچه‌تون یک بچه‌ای که ضعیف از یک بار زدی هر روز میزننش کاری کردن نمیتونه در دولتداری هم همین است قرقیز با 4 میلیون 5 میلیون نفوسش آمده است بالای 9 میلیون سوار شده است هر روز تیر میکشه هر روز میزنه هر روز تجاوز میکنه ما خاموشیم برای چی اینجا دو تا سیر خوابیده است یا پارچه زمین فروخته شده است یا تجارت اولیوی است که نمیخوان از بین بره دیگر چیزی نیست اینجا پارچه زمین بدون مردم رای مردم دادگی هستن این همی خیلی وقوچق و صدای بلند مردم میکنن یک هفته 2 هفته 3 هفته 1 ماه 2 ماه بالاخره وارو فراموش میشوه چطوری که رحمانوف در وسط بازی میکنه ولی ببینین دیر نیست که یا که یک نفری با آبرو را یا که یک نفری که مردم میشناسه باز هم زندان میکنه طرف مردم او سمت مردم او طرف میکنه یا که میره یک منطقه دیگر را تیرباران میکنه میکشه یا که چند عالم از چند دانشمند دیگر میبره زندان میکنه مردم ما باز واروخ فراموش میکنه این حادثه ها شده بود در تاریخ در همین ساخت دولت‌های رحمانوف در چند سال اخیر ما چند بار دیدیم زندان کشتن برنامه دیگر را پیش گرفتن توریستا را کشتن برنامه دیگر را پیش گرفتن مردم در بازیای خودشون پرت افتن مردم نباید در یک نقطه فکر کنه امروز ساعت رسید ما گوییم بس بچه مردم باید در همین روز بگه که بس است دیگر ساعتی رسید است که یا که استعفای رحمانوف با تمام وزارت و کمیته هایی که رب به هنموس نهاد داره که نمیتونن دفاع کرده تیم مردمی باید باشه جامعه شهروندی ما باید بلند بشه با یک آواز با یک صدا با تمام مسئولیت تمام رسانه ها یا که رحمانوف استعفا یا که بر از واروق دفاع بکن در دو حالت اگر نمیکنیم مردم پگه باید پاره پاره بکنن ولی مردم ما چیزا نمیکنن اگر همین حادثه در یک کشور غرب میشد در یک کشور آمریکایی میشد میدیدن که مردم چیکار میکنن رئیس جمهورش مردانه خودش به استعفا میرفت چون اینا بناموسن بخیردن بیارن یا عقل ندارن استعفا را نمیدونن یک عمر خاک پاشیده اومدن یک گروه برآوردن روی دست پدر و مادر رو تمام خش و تبارش به نکاح دادنش فکر کرد که الگو از تمام اون نمیره باز هم گناهی ما مردم بود که ایرا همیشه ساختیم اما در صحبت ها در مخاطبتون من خواهش میکنم نظری من است البته که گناه سری حکومتداری ما است گناهی اساسی گرچند مردم قرقیز داره اشتباه شاید میخواد یک پروپاگاندا بسازه یک برنامه بسازه اما ما حکومت داریم ما امنیت داریم ما نظام داریم باید این چیزا را بتوانه گرفته در مقابل یک نفر چند ایزد امانوف چند نفر برآمد ویدیو ابرشنی کرد حتی رتبه‌دارها بود پاکانی بود خطا نکنم برآمد گپ زد زن مرد کودک بعضی کودکایی که اصلا تصورات ندارن بعضی مردهای پیری که اصلا آخرین بار تلفن 5 سال پیش دست از تلفن بچه‌ش از روسیه گرفته بود نمیدونه اینترنت چی است او برآمد گپ زد یا که در مقابل یک جوان مبارز چرا امروز در مسئله وارو خاموشین چرا چند روز پیش همین مشکلات شد 4 مولا را برآوردیم وظیفه مولا نیست کو وظیفه اونو 4 تا اونگرد احمقی که دارین وظیفه اون نیست کو چرا از کمیته امنیت نمیبرو در این مسئله گپ زنن چرا ایجا نمیبرو کمیته امنیت گپ زنه که مردم شما آرام باشین ما قضیه را میبینیم ما مهلت میتیم برای مردم قرقیز و اگر نه جنگیم لازم باشه مرز دفاع میکنیم بچه مردم باید در جنگ آماده باشه اگر شما آن همون شب روزه که با داد میگن که مردم ابلوای شما نباید توسط زوری باشه اگر مردم صادقانه میرفت خدمت حربی امروز این مشکلات در سر مرز ما نبود او افیسرها میرفتن دفاع میکردن چون یک نفر مجبور 2 سال رنگ میبخشین میبرین مثل یک رمه بری بسته میکنه در یک جا 2 سال گابانی میکنه علف میچرونه علف میبنده میره به همون تمام و این بلید میگیره او طبیعی که نمیتونه مرز دفاع کرده اون نه تو سلاح را گرفته نمیتونه برای همین دوستان عزیز ان شاء الله امیدوارم که مخاطب ما باز هم حکومت رحمانوف است و جامعه شهروندی هم نیز فعال باشه